تمساح. به نام ایزد منان. سلام دوستان علاقه‌مند به بازارهای سرمایه گذاری به خصوص کریپتوکارنسی. به کانال خودتون، کانال تمساح، خوش اومدین. من سجاد خالویی هستم، تحلیلگر و تریدر بازارهای مالی. بالاخره بعد از 3 ماه حصر و تبعید تونستم که تقریبا حالا به روال زندگیم قبل از قطعی اینترنت برگردم. یه حس عجیب و غریبی دارم، نمیدونم چجوری بیانش بکنم. انگار که دیگه هیچ چیزی مثل سابق نیست. دیدین تقویما که مثلا هجری، قمری و شمسی تاریخ رو به قبل یا بعد از هجرت پیامبر تقسیم میکنه، یا مثلا میلادی به قبل و بعد میلاد مسیح تقسیم میکنه. زندگی منم انگار اینجوری شد که به قبل و بعد از این قطعی نت میتونیم تقسیمش بکنیم. نمیخوام از جملات کلیشه استفاده بکنم. بله، دلتنگی که مسلمه، دلتنگی به وجود میاد. وقتی من 24 ساعته توی کانال تلگرامم با بچه‌ها هستم، یه جورایی عضوی از خانواده من شدن، مسلمه که دلتنگتون میشه. اما باید یه چیزی رو بدونیم. همین جور که میگن مارکت میدون جنگه، زندگی هم مثل میدون جنگ میمونه. میمونه که شما یه گلادیاتور هستید و شما را انداختن وسط میدون جنگ. میخوای چیکار کنی؟ غیر از جنگیدن کار دیگه میتونی انجام بدی؟ پس باید طاقت بیاری و به جنگیدنت ادامه بدی. صحبت‌های فرعی و حاشیه‌ای رو کنار بذاریم و بریم سراغ تحلیل. بذارید تحلیل رو از تایم فریم سالانه آغاز بکنم. 3 ماه گذشته، تو 3 ماه یه فصل سال تغییر میکنه. کم زمانی نیست. بارها این جمله رو از من شنیدید که تایم فریم های بزرگ برگ چغندر نیستن. این که ما میبینیم بیت کوین در سال 2024 کندلی میبنده که پرقدرت سقف قبلی خودش که سال 2021 زده را میشکنه، یک نشونه بسیار مثبتی برای ماه. این کندل هم کندل ضعیف و بدنه کوچیک و شادو بلند و اینجور چیزا نیست. یک کندل پهلوانی قدرتمنده. و الان ما 2 تا کندل قرمز بعدیشو که داریم میبینیم، هم بسیار کوچیکن، هم ضعیف، هم بدنه کوچیکی دارن و به نظر من بی تأثیره. در روند کلی بیت کوین تأثیر چندانی نداره. نکته منفی که وجود داره اینه که اگر امسال هم بیت کوین کندل سالانش قرمز بسته بشه، برای اولین بار در تاریخش 2 سال پشت سر هم داره کندل قرمز میبنده. حالا نشده بوده که بیت کوین 2 سال پشت سر هم کندل قرمز ببنده و این یک نشونه منفیه. و بذار خیالتو راحت بکنم، حتی اگر ما سال 2027 هم کندلش قرمز بسته بشه، ولی کلوز کندل و بدنه کندل داخل این کندل سبز رنگ سال 2024 باشه، باز هم هیچ مشکلی وجود نداره و صعودی بودن بیت کوین کنسل نمیشه. حتی ممکنه که ما با شادو بیایم زیر این کندل رو ببینیم، یعنی زیر 40,000 رو ببینیم، اما کلوز کندل به احتمال بسیار زیاد از نظر من بالای $43,000 بسته میشه. و اگر به کندل های سالهای 2021 تا 2023 دقت بکنید، کلوز، اوپن و های این 3 تا کندل تو چه محدوده‌ای قرار داره؟ 46 الی 45,000. پس 45,000 و ما ادراک ما 45,000 بسیار محدوده مهمی برای بیت کوین. بریم سراغ تایم فریم 6 ماهه. خب اول از نکته منفیش آغاز میکنم. ببینیم ما در 6 ماهه دوم سال 2025 کندل به صورت اینگالف بستیم. کندل قرمز رنگی که کندل سبز رنگ قبلی خودش رو پوشش داده و بعد تا نصف اون کندل بالا اومدیم و بعد ادامه ریزش. این یک تأییدیه به ما میده که این کندل اینگالف بسیار حائز اهمیته، چون بهش پول بک زدیم و بعد ریزش اتفاق افتاده. پس توقع این که
انتظار داشته باشیم کندل بعدی فرتی سبزنگ بسته بهشون بریم سقف‌های بالا بزنیم، یکم دور از انتظاره، یکم تخیلیه. تایم فریم 6 ماه هم اهمیت محدوده‌های قیمتی 46 تا 45 هزار رو به ما نشون میده. این گپ یا FVG که در محدوده 45 تا 50 هزار وجود داره به ما اینو نشون میده که باز هم این محدوده یک محدوده حمایتی قوی و مهمیه و به این راحتی ها قرار نیست که شکسته بشه. در تایم فریم 3 ماهه من بیشتر دارم نکات منفی میبینم تا اینکه بتونم یک نشونه های مثبتی ازش در بیارم. اول اینکه مثل تایم فریم 6 ماهه در تایم فریم 3 ماهه ما یک کندل اینگالف زدیم. نکته مهم بعدی، همینجور که بهتون گفتم تایم فریم های بزرگ برگ چغندر نیستن و باید روشون حساب باز بکنیم. وقتی که در تایم فریم 3 ماهه بیت کوین حمایت مهم 80 تا 75 هزار خودش رو از دست میده و کندل زیرش میبنده در کندل 3 ماهه قبلی، پس بدونیم یک اتفاق منفی در چارت رخ داده، قرار نیست که دوباره به این راحتی برگرده بالا. و در کندل 3 ماهه جدید میبینیم که یک کندل تقریبا پینباری بسته شده که شادو به سمت بالا داره، به ناحیه مقاومتی ما یک پولبکی زده و ریجکت شده. تایم فریم 3 ماهه یه نشونه منفی دیگه هم داره. اون چیه؟ FVG و گپی که در محدوده 45000 تا 56500 تشکیل داده رو مصرف کرده. در 3 ماهه سوم سال 2024 با این شادو اومده اینو مصرف کرده. پس ما اگر برگردیم به این محدوده، چون یک بار مصرف شده، احتمال اینکه قیمت پایینتر هم بره چون اوردر آنچنانی وجود نداره احتمالش هست. پس تا الان اینجوری دستگیرمون شد که در بلند مدت و در تایم فریم های بزرگ مثل سالانه و 6 ماهه شرایط بیت کوین مثبت و مساعده، اما در میان مدت و در تایم فریم 3 ماهه اوضاع چندان مناسبی نداره. حالا بریم سراغ تایم فریم ماهانه. قبل از اینکه به تحلیل تکنیکال تایم فریم ماهانه بپردازم، اجازه بدیم مثل روال گذشته به آنالیز آماری اون ماه بپردازم. اگر تحلیل‌های من دنبال کرده باشی میدونی که این آنالیز آماری یه جور امضای کار منه و تا جایی که من اطلاع دارم تحلیلگر یا سراغ ندارم که اینجوری به آنالیز بیت کوین پرداخته باشه. بریم سراغ این جدول معروف اون که هر ماه ازش استفاده میکنیم. با یه نگاه اجمالی به این جدول نکته بسیار مهمی دستگیرمون میشه، این که بیت کوین در 90% مواقع زمانی که ماه می قرمز میبنده ماه ژوئن هم قرمز میبنده. تنها در سالهای 2015 و 2023 بوده که بیت کوین می رو قرمز بسته ولی ماه ژوئن رو سبز بسته که در ادامه بهش میپردازه. نکته مهم بعدی اینه که می و ژوئن یه رابطه انگار مثلا عکس با هم دیگه دارن. اگر می پرقدرت قرمز بسته بشه میزان ریزش بیت کوین در ماه ژوئن کم و ضعیف میشه، اما اگر میزان ریزش قیمت بیت کوین در ماه می کم باشه بیت کوین در ماه ژوئن وحشتناک میریزه. مثلا ببینید در سال 2013 زمانی که بیت کوین در ماه می قرمز بسته میشه و 8% کاهش پیدا میکنه، در ماه ژوئن میاد تلافی میکنه و تقریبا 30% ریزش میکنه. اما مثلا در سال 2021 زمانی که در ماه می 35% ریزش میکنه، در ماه ژوئن این ریزش خفیفه و 6% کاهش پیدا میکنه.
و الان در سال 2026 میبینیم که بیت کوین در ماه می 3% فقط کاهش پیدا کرده. پس اینجا 2 تا احتمال به وجود میاد. یا بیت کوین در ماه ژوئن وحشتناک و هولوش 30% ریزش میکنه، یا مثل سالهای 2015 و 2023 ماه ژوئن سبز بسته میشه. اگه بیت کوین بخواد امسال در ماه ژوئن 30% ریزش پیدا بکنه، قیمت بیت کوین تقریبا تا $51,000 کاهش پیدا میکنه. اما حالا بریم احتمال این که ماه ژوئن سبز بسته بشه رو بررسی کنیم. بریم گذشته بیت کوین ببینیم اون موقعی که می قرمز بسته شده و ژوئن سبز بسته شده چه اتفاقی و چه بلایی سر بیت کوین اومده. قبل از اینکه بریم سراغ این موضوع ازتون میخوام که اگر کانال رو سابسکرایب ندارید کانال رو سابسکرایب کنین، ویدیو رو لایک کنین و کامنت بذارید و کمک بکنید که این کانال به افراد بیشتری پیشنهاد و نمایش داده بشه. میایم سال 2015 ماه‌های می و ژوئن. میبینید که می قرمز بسته شده و بعد ژوئن سبز میبنده. وقتی که رفتار بیت کوین در این حالت میبینیم متوجه میشیم که اگر هم ژوئن سبز میبنده فکر نکنید که بله رفتیم که رفتیم. اتفاقا یک تله و فریب میتونه باشه. چرا که ما بعدش در ماه آگوست حتی با شادو میایم کف پایینتر میزنیم و به نظرم این حالت خیلی میتونه شبیه سال 2026 بشه. یعنی ما ژوئن و جولای سبز ببندیم، همه خوشحال بشن، سرمست بشن که بله دیگه قراره بریم صعود بکنیم و در آگوست بیایم کف پایینتر بزنیم. اگر قرار باشه ما ژوئن رو سبز ببندیم حرفم اینه که وقتی ژوئن و جولای سبز بسته میشه حواست باشه که ماه‌های آگوست و از همه مهمتر ماه سپتامبر، ماهی که خون بر شمشیر پیروز میشه هستش. اما حالا میام سراغ سال 2023. می قرمز بسته شده، ماه ژوئن سبز میبندیم، حتی اینگالفش هم میکنیم. اما بعد چه اتفاقی میفته؟ جولای و آگوست هرچی خورده بود و بیت کوین بالا میاره، برمیگردیم سر جای اولمون. میخوام بهت بگم که اگر تو این 1-2 ماه آینده قیمت بیت کوین افزایش پیدا کرد، فومو بهت دست نده که ای وای من از مارکت جا موندم دیگه تموم شد. اما خب همه نکات منفیشو گفتم، یه نکته بسیار مهم مثبت هم داره که چی؟ بعد از این اتفاق بیت کوین یک رالی و پامپ وحشتناکی رو آغاز میکنه. سال 2015 نگاه بکن، وقتی که در ماه آگوست با شادو میاد کف پایینتر رو میزنه، بعد از اون در ماه‌های بعدی حرکت وحشتناک صعودی خودش رو آغاز میکنه. سال 2023 هم همینطور. بعد از اینکه بیت کوین در ماه ژوئن سبز بسته میشه و در ادامه قیمت برمیگرده خونه اولش، در ادامه میبینی که بیت کوین یک پامپ قدرتمندی رو آغاز میکنه و به حرکت نزولی خودش که از سال 2021 آغاز شده بود پایان میده. بنابراین بر اساس این اتفاقات من احتمال اینکه سال 2026 ژوئن سبز بسته بشه ضعیف میدونم، چون اینجوری به این معنیه که بیت کوین قراره در اواخر سال 2026 یا اواسط سال 2027 حرکت وحشتناک صعودی خودش رو آغاز بکنه و ما بر اساس چیزهایی که در تایم فریم های مثلا حداقل 3 ماه دیدیم چنین چیزی رو ضعیف میدونیم. ما هنوز این پایین ماینا کار داریم. تایم فریم ماهانه رو بخوام بر اساس تکنیکال هم بررسی بکنم، رفتار بیت کوین در این تایم فریم بیشتر نزول گرایانه است تا صعود گرایانه.
بیت کوین از سال 2023 حرکت صعودی داشته و همینطور کف و سقف بالاتر میزده تا اینکه در فوریه 2026 ما کندل زیر کف قبلی میزنیم و اصطلاحاً چنج آف کرکتر رخ میده و میتونیم این نتیجه رو بگیریم که بیت کوین در تایم فریم ماهانه حداقل دیگه روند صعودی نداره. نمیگم مثلا نزولی شدیم ما، نه، دیگه حداقل روند صعودی ها نداریم. میتونیم بگیم که اولین نشونه های نزولی شدن بیت کوین در تایم فریم ماهانه پدیدار شده و به نظر من تا الان الگوی کازیمودو هم زده با کندل پینبار ماه قبل که شادو بلندی به سمت بالا داره به ناحیه 75000 که قبلا برای ما ناحیه حمایتی بوده و الان تبدیل شده به ناحیه مقاومتی پولبک زده و میخواد ادامه ریزش خودش رو انجام بده. میریم سراغ تایم فریم هفتگی. ببینید عزیزان، من از خدامه که بیت کوین خیلی شارپ و سریع ریزش بکنه، ولی این نظر رو دارم که احتمالاً بیت کوین قرار همه ما رو دق بده و به این راحتی ها این کف پایین تری که انتظارشو دارم و به همون نمیده. البته باید به اینم توجه بکنیم که هرچی بیت کوین خرامان و سینه خیز کنان این حرکت ریزشی خودش رو انجام بده، این به نفع ماست. یعنی داره به ما نشون میده که حرکت نزولی دیگه داره تموم میشه. نظر من در مورد تایم فریم هفتگی اینه که بیت کوین جا داره تا قیمت‌های مثلا 70 الی 68 هزار کاهش پیدا بکنه و بعد دوباره برگرده به سمت بالا. این بالا رفتنش تا کجا میتونه اتفاق بیفته؟ یکی از حالتاش اینه که تا نصف این کندل اینگالف بالا بیاد و بعد دوباره ادامه ریزشش رو انجام بده. یه حالت دیگهش اینه که بیت کوین بیاد و خیلی ها رو غافلگیر بکنه، کسانی که پوزیشن شورت دارن رو لیکوید بکنه و تا قیمت‌های مثلا 85 الی 87 هزار افزایش پیدا بکنه، یه واگرایی در تایم فریم هفتگی ایجاد بشه و بعد ادامه ریزشش اتفاق بیفته. اما اگرم نه زودتر بیاد کف پایین تر رو بزنه که چه بهتر، ما ازش استقبال میکنیم و بالاخره اون خریدی که ماها و حتی 1 سال منتظرش هستیم رو انجام میدیم. در تایم فریم روزانه من اوضاع بیت کوین رو زیاد مساعد نمیدونم و در حال حاضر قیمت بیت کوین بین محدوده 72500 تا 74 الی 75000 در حال رنجی و از این رفتار و کندل هایی که من از بیت کوین دارم میبینم احتمال اینکه کف حمایتی خودش رو بشکنه وجود داره. اگه هم بخواد از همینجا صعودی بشه، خونه پرش رو من 75 الی 76 هزار برای بیت کوین میبینم. خودش رو بکشه دیگه این قیمت هست و بعد دوباره نزولی خواهد شد. شرمنده اگر تایم ویدیو زیاد شد. بالاخره بعد از این همه مدت لازم بود که یک تحلیل جامعی از بیت کوین داده بشه دیگه. دامیننس تتر رو اگر در تایم فریم هفتگی نگاه بکنیم متوجه میشیم با این کندل اینگالف به ما میفهمونه که بله 7% جای بسیار محکمی برای منه. من به این راحتی ها 7% از دست نمیدم و احتمال اینکه دامیننس تتر در هفته های آینده جوری کاهشی بشه که 7% از دست بده من بعید میدونم. در تایم فریم روزانه هم دامیننس تتر بین محدوده 7.5 تا 7.75% در حال رنجه و احتمال اینکه سقف رو بشکنه من بیشتر میبینم، چون روند قبلش رو که نگاه بکنید در حال یک روند صعودی دیگه داره کف و سقف بالاتر میزنه. دامیننس بیت کوین هم هفته قبل خبر خوبی برای ما نداشت. وقتی که مارکت نزولیه و دامیننس بیت کوین هم نزولیه، اونم از نوع وحشتناکش، اینا به ما میفهمونه که سرمایه‌داران حتی رو خود بیت کوین هم نمیخوان شرط بندی بکنن.
چه برسه به آلت کوین هاش. پس اگر میبینی که این وسط یه 3-4 تا شت کوین یهو 30-40% رشد میکنن، طمع ورد نداره، فکر نکن خبریه. دارن خر داغ میکنن تا افراد ساده‌لوح و نابلد رو ترغیب کنن که سرمایه‌شو وارد این مارکت بکنن و سرکیسش بکنن. اما ما ارتش تمساح که اینطوری نیستیم، که ما مار خوردیم افعی شدیم. یه دستمون اومده این مارکت میکر، این گرداننده مارکت چه جونور خطرناکی. خب تحلیل همینجا به پایان میرسونم و سعی میکنم که در روزهای آینده زودتر تحلیل بزنم و آپدیت های جدیدی رو انجام بدم. مثلا در تحلیل آینده در مورد بررسی بیت کوین بر اساس امواج الیوت اگر شد تحلیل منتشر میکنم. لایک و ساب و کامنت زنده باد ارتش تمساح فراموش نشه. به جای اینکه تحلیل چندین کانال رو ببینید، تحلیل های کانال تمساح چندین بار ببینید. تا تحلیلی دیگر شما رو به خدای مهربان میسپارم.